یکی از مهمترین مهارت‌هایی که هر گوینده باید یاد بگیره استفاده درست از لحن و احساس در صدا هستش. لحن حال و هوای پشت کلماته، مثل کسایی که پشت صحنه هستن در فیلم ها. مثلا وقتی ما با ناراحتی میگیم نمیخوام حرف بزنم، شنونده بدون اینکه حالت چهره ما رو ببینه فقط از روی لحن صدامون میفهمه که ما ناراحتیم. در این جلسه یاد میگیریم چطور لحن رو کنترل کنیم، چطور احساسات مختلفمون رو با صدامون نشون بدیم و چطور تمرین کنیم تا بتونیم روی شنونده تأثیر بذاریم. حالا لحن چیه و اصلا چرا مهم هست؟ لحن همون حسیه که پشت کلمات ما هستش. اگه با یک جمله ثابت چند بار ولی با لحن‌های مختلف بیایم بخونیمش، میفهمیم چقدر حس و معنی میتونه عوض بشه. مثلا بیایم یه تمرین انجام بدیم با هم. مثلا ما بیایم جمله واقعا این کارو کردی رو به صورت سوالی بپرسیم با لحن تعجب. بیایم با لحن تعجب این جمله رو بگیم: واقعا این کارو کردی؟ حالا بیایم با لحن خشم این جمله رو بگیم: یعنی تو واقعا همچین کاری کردی؟ حالا بیایم با شادی بگیم: تو واقعا این کارو کردی؟ ببینید همون جمله است ولی حس کاملا فرق میکنه، چون لحنم متفاوته. حالا اصلا ما اگه بیایم با لحن‌های مختلف حسمون رو به یک نفر با لحنمون منتقل بکنیم، این چه اهمیتی در گویندگی داره؟ ببینید پیام ما بهتر منتقل میشه اگه لحن و احساسمون رو بتونیم منتقل بکنیم. مخاطب احساس میکنه که گوینده باهاش در ارتباطه. گویندگی از حالت یک نواخت در میاد. ببینید گویندگی این نیستش که ما فقط بیایم یک متن رو به صورت روزنامه‌وار برای یکی بخونیم. ما باید با هر جمله‌ای که میگیم با توجه به اون موضوعی که نوشته ما داره بیایم حس و لحن مورد نظر رو به شنونده ارائه بدیم. و آخرین اهمیتی که داره اینه که شنونده با دریافت این حس‌ها به گوینده اعتماد بیشتری میکنه که این مورد در گویندگی‌های تبلیغاتی خیلی اهمیت داره. اگه شما گوینده تبلیغات بخواین باشین، اگه شنونده‌ای که داره حرف شما رو گوش میده بهتون اعتماد نکنه، مسلماً اون محصول رو نمیخره و یعنی شما به عنوان گوینده خوب عمل نکردی. پس این موضوعا خیلی مهمه و باید بهشون اهمیت بدیم. حالا ما چطور میتونیم احساسات مختلف رو با صدا نشون بدیم؟ برای این کار بچه‌ها شما باید بتونین روی صدا و لحن خودتون کنترل داشته باشین. هر احساسی یه سری ویژگی‌های خاص داره برای خودش. مثلا احساس شادی، ویژگیش اینه که صدای کمی بلندتر، ریتم یک کمی تندتر و انرژی بالا میخواد. احساس غم، صدای آهسته تر، مکس های بیشتر، تون پایین تر. تعجب، تغییر ناگهانی تون، یعنی صداتون مثلا یه پایینه یه دفعه‌ای بره بالا. تأکید روی بعضی از واژه ها. خشم، صدای قوی، سرعت بالا، تأکیدهای شدید. عشق یا عاطفه، تون ملایم، کشش کلمات، آرامش در بیان. بچه‌ها ببینید همه این حس‌ها و ویژگی‌هایی که دارم بهتون میگم و تا تمرین نکنید زیاد متوجهش نمیشید. ببینید این هم مثل گویندگی هم یه جورایی یه کار فنی هستش. شما فقط با مجموعه‌ای از تئوری‌ها نمیتونی کارت رو پیش ببری. شما احتیاج به تمرین زیاد داری. اول این موضوعهای تئوری رو قشنگ یاد بگیرید و از بر بشید و بعد بیاین اونها رو در عمل انجام بدید. خیلی بهتون کمک میکنه. مثلا بیایم اینجا با هم دیگه یه تمرین انجام بدیم. تمرین اول، تغییر لحن با یک جمله ثابت. مثلا این جمله: من امروز اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم. حالا این جمله رو میتونیم با لحن‌های مختلف بخونیم. مثلا با لحن شادی: من امروز اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم. با لحن ناراحتی: من امروز اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم.
با لحن خشمگین: من امروز اومدم اینجا تا باهات صحبت کنم. با لحن عاشقانه: من امروز اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم. با لحن اگه خیلی رسمی بخوایم بگیم: من امروز به اینجا اومدم تا باهات حرف بزنم. با توجه به اون ویژگی‌هایی که هر احساس داره که در اسلاید قبلی گفته شد، شما میتونی با توجه به اونا تئوریشو یاد بگیری و بیای اینجا پیاده کنی. تمرین دوم، یکی از تمرین هایی که خیلی قویه گوش دادن و تقلید کردنه. اینه که شما بیای به یه فایل صوتی از یک گوینده حرفه‌ای اون رو پیداش بکنی و بهش گوش بدی و سعی کنی همون لحن و حس رو تقلید کنی. مهم نیست صدات شبیه اون باشه، مهم اینه که بتونی اون احساس رو در بیاری. چند نکته خیلی مهم که برای تقویت لحن و احساس وجود داره. احساستون رو قبل از خوندن مشخص کنید بچه‌ها. مثلا قراره چه حسی رو منتقل کنید؟ اول این رو مشخص کن، بعد شروع کن. نفس کشیدنتون رو کنترل کنید. با تمرکز روی تنفس دیافراگمی صدات بهتر و حس قوی‌تری منتقل میشه. تمرین مداوم داشته باشین. بدون تمرین لحن‌سازی اصلاً امکان پذیر نیست. به واکنش دیگران گوش کنید. اگه کسی بهتون گفت صدات بی‌احساسه، بهش دقت کن و سعی کن بهترش کنی. خیلی‌ها هستن وقتی با یه انتقاد روبرو میشن سریع ناامید میشن یا عصبانی میشن. ببینید بچه‌ها، این درست نیست. شما برای اینکه بتونی یه گوینده حرفه‌ای بشی، اتفاقاً به واکنش دیگران خیلی نیاز داری و خیلی میتونه بهت کمک کنه. اگه یک ایرادی از صدای شما گرفته میشه، وایسید و اون رو بپذیرید و سعی کنید با تمرین بهترش کنید. حالا تفاوت‌هایی که لحن و تون صدا با هم دارن. خیلی‌ها فکر میکنن لحن صدا همون تون صدا هستش، اما اینا با هم دیگه فرق میکنن. ببینید، تون صدا یعنی ویژگی‌های فیزیکی صدا، مثلا زیر بودنش یا بم بودنش. لحن یعنی چی؟ لحن یعنی حالت احساسی که به صدا اضافه میکنی. مثلا ممکنه تون صدات بم باشه ولی بتونی باهاش شاد یا ناراحت حرف بزنی. پس لحن کاملا قابل کنترل و تمرین پذیره. جلسه 4 ما هم به پایان رسید. امیدوارم از این جلسه استفاده کافی رو کرده باشید.